به نام خدا سلام. چطورین؟ من مستطاب زاده هستم و اینجا محاسبان. وقتی با داده‌های انبوه اکسل مواجه میشیم، قطعاً آنالیز و تحلیل داده‌ها و نتیجتاً تصمیم گیری در مورد داده‌ها بسیار سخت میشه. اینجاست که گزارشگیری به کمک ما میاد که به داده‌های کوچکتر دسترسی پیدا بکنیم، یه نتیجه گیری از داده‌های بسیار زیاد ما و بر اساس اون بتونیم تصمیم گیری بکنیم. اولین لایه گزارشگیری و به عبارتی ساده ترین لایه گزارشگیری سورت و فیلتر در اکسل هستش. سورت به معنای مرتب سازی. من یه دیتا اینجا برای شما آماده کردم. حالا خیلی اهمیتی نداره حروف انگلیسی یا فارسی، جدول شما فارسی باشه یا انگلیسی باشه، چون اگر بخواد مرتب بکنه دقیقاً چه انگلیسی چه فارسی میاد بر اساس حروف الفبا از آ به زد یا از الف تا ی برای شما مرتب میکنه و یا بالعکس. این دیتایی که برای شما وارد کردم شامل 5 فیلد هستش. به هر نوع قلمداده اطلاعاتی اصطلاحاً میگن فیلد هوم روم نامبر، فیلد فرست نیم و الی آخر. وقتی این فیلدها الان ببینید 5 تا فیلد داره، من میام این 5 تا فیلد رو با مقادیر داده هایی که مرتبط به هم هستن، این 110 هومروم شخصی به اسم کریس، فامیل آکرمن، تیشرت سایز لارج و نحوه پرداخت مانی اوردر، این دیتا هایی که در یک ردیف قرار میگیره و مربوط به هم دیگه هستن اصطلاحاً بهشون میگن رکورد. با این توضیحات ساده و پیشینه ساده من میخوام این جدولم رو به ساده ترین روش مرتبش بکنم. یه سوالی که خیلی اوقات ذهن ما رو درگیر میکنه، حالا جدول من جدول بزرگ و خیلی عظیمی نیستش، یه سوال ابتدایی اینه که اصلا این جدول من چند تا دونه رکورد داره؟ ساده ترین جواب که البته میتونه خطا هم داشته باشه این هستش که شما یکی از ستونهاتون رو انتخاب بکنید، در نوار وضعیت میاد گوشه سمت راست یا چپ، حالا بسته به جهت شیت شما هستش، میاد یه سری آمار ساده در اختیارمون قرار میده، از جمله کانت، شمارش سلول های پر. میگه 28 تا سلول در محدوده‌ای که انتخاب کردی، در ستونی که انتخاب کردی پر هستش. حالا به دلیل اینکه داده های من نوعش عددیه، جمع و اوریج، جمع مجموع داده ها و میانگین داده ها رو هم در اختیار من قرار میده که بعدا در موردش توضیح خواهیم داد. من فعلا گزینه کانت برام مهم هستش که 28 داده. 28 به چه معناست؟ این ستون 28 سلول پر داره، پس میتونم بگم 28 ردیف پر هستش. حالا اگر یه ردیف رو در نظر بگیریم، عناوین فیلدهای من باشن، 27 رکورد داریم. یه جواب سطحی ساده و لحظه‌ای به آن به ما جواب میده. اما مشکلی که این پاسخ داره این هستش که اگر در بین این داده های پر، ببین انتهاشو کاری نداره، انتهای جدول دیگه میدونه اینجا داده ای وجود نداره و خالیه. اگر در بین این سلول ها من سلول خالی داشته باشم، جزو شمارش حساب نمیشه و جواب درستی به من نخواهد داد. طبق ویدیوهای گذشته توضیح داده بودم داده های پالایش شده و صحیح هستش که سلول خالی در میانه جدول وجود نداشته باشه. اگر من با خط تیره یا احیانا با صفر این سلول های خالی رو پر کرده باشم، تو شمارشی که اون پایین تو نوار وضعیت به هم میده قطعاً جواب صحیحی خواهد داد. من این روش رو گفتم فقط برای مواقعی که میخواین سریع به یه نتیجه‌ای برسید، خیلی تفاوت چندتایی توش وجود نداره. اما
من میخوام این جدولم رو بر اساس هوم نامبر مرتبش بکنم. حالا میتونم ستونش رو انتخاب کنم، میتونم توی یکی از سلول های این ستون باشم، یکی از سلول های این فیلد باشم. ریبون هوم منتها علیه سمت راست فریم ادیتینگ گزینه سورت اند فیلتر داریم که میاد از آ به زد یا زد به آ برای شما به صورت صعودی یا به صورت نزولی مرتب میکنه. جای دیگه هم این فرمان رو داریم، ریبون دیتا فریم سورت اند فیلتر گزینه سورت. 2 تا گزینه سورت آ به زد که قطعا در مورد اعداد از اعداد کوچیک به بزرگ و سورت زد به آ از بزرگ به کوچیک نزولی و در اعداد هم از عدد بزرگ به کوچیک میاد برای ما مرتبش میکنه. بیایم امتحان کنیم، بیایم این ستون رو آ به زد مرتب کنیم. ببینید نکته بسیار مهمی که وجود داره، ببینید من یه تک سلول انتخاب کردم، میاد ردیف ها رو برای من مرتب میکنه، رکورد ها رو. این که فقط این ستون رو مرتب بکنه دیتای من رو کامل نابود میکنه و همه دیتای من به هم ریخته میشه، اینا مرتب میشن، فرست نیم و لاست نیمش مرتب نمیشه، اصلا رکورد ها جا به جا میشن، دیتای من خطا پیدا میکنه. پس میتونید یه سلول رو انتخاب بکنید، خودش میاد به صورت رکورد به رکورد مرتب میکنه. من برگردم عقب. اگر من این ستون رو انتخاب میکردم و به اکسل تاکید میکردم که من این ستون رو میخوام مرتب بکنم و آ به زد رو میزدم، قبل از اینکه برای من مرتب بکنه سوال میپرسه، میگه شما اومدی یه ستون رو انتخاب کردی، من میام توسعهش بدم، اکسپندش بکنم محدوده انتخاب شده شما رو و رکوردی مرتبش بکنم، یا اینکه نه continue with the current selection، اصلا به سایر داده ها کاری نداشته باشم و فقط این ستون رو مرتب کنم. قطعاً اگر من این دومی رو انتخاب کنم جدول من و وابستگی رکوردهای من از بین خواهد رفت و داده های من کاملا اشتباه میشه. اما اگر تو جایگاهی بود که شما نیاز داشتید بگید اصلا اینا به هم دیگه ربطی نداره، این رکوردها برای خودشون هستن، حالا این شماره ردیف به صورت جداگانه فقط میخوام شماره ردیفا باشه، میتونید این کانتینیو رو بزنید. اما درستش اینه که من اکسپندش بکنم و مرتب سازی روی رکورد ها اتفاق بیفته، سورت رو میزنم. این تفاوت موقعی هستش که ستون رو انتخاب میکنید یا توی یکی از سلول ها هستید. الان هوم نامبر من 1 2 این طرف انتخابش میکنم، کانت 6 تا دونه 105 دارم، 110 کانت 4 تا دونه 110 دارم. خب مرتب سازی من بر اساس یک فیلد اتفاق افتاد. حالا اگر من بخوام بر اساس 2 تا فیلد مرتب کنم چه اتفاقی میافته؟ قطعا نمیشه بر اساس 2 یا 3 تا فیلد مرتب کرد. 2 یا 3 تا فیلد وقتی معنا پیدا میکنه که شما بگین فیلد اول من برای مرتب سازی اگر مقادیر مشابه داشت، مثل اینجا که 6 تا دونه 105 داره، حالا بیا فیلد دوم مثلا فرست نیم ها رو هم بیا مرتب کن. الان ببین ناتان و کریستینا اینا مرتب نیستن. من میگم حالا اومدی میخوام بگم یعنی که هوم نامبرها رو مرتب کردی، حالا بیا توی هوم نامبرهای مشابه بر اساس فرست نیم یا حالا احیانا لاست نیمشون مرتب بکن که اگر دیدم 150 تکراری حالا به فامیلاشون نگاه کنم. به این میگن سرچ چندگانه و اینکه بر اساس چند تا فیلد داشته باشیم. چجوری این کار انجام بدم؟ جدولتون رو میتونید انتخاب کنید به صورت کامل، با کنترل ستاره ماشین حسابتون به راحتی میتونید انتخاب کنید. میتونید نه این کار انجام ندین.
تو ریبون دیتا فریم سورت اند فیلتر، سورت رو که بزنم ببینید خودش اومد محدوده جدول رو انتخاب کرد. پس خیلی اهمیت نداره که شما قبلش این کار رو انجام داده باشین. اگر من ستون رو انتخاب کرده بودم و دکمه سورت رو میزدم، همون پیام میومد که فقط این ستون رو میخوای مرتب بکنی یا میخوای به صورت رکورد به رکورد، که عرض کرده بودم ترجیح ما اینه که اکسپند باشه. اینجا میاد میگه لول اول، سطح اول، گزینه اول برای مرتب سازی بر اساس چی باشه؟ من اینجا میگم بر اساس هوم روم باشه. میگه به مقادیرش نگاه کنم یا به رنگ زمینه سلول ها یا به رنگ قلم سلول ها یا حالا آیکونی که کاندیشنال فورمتینگ برام گذاشته. یه نکته خیلی مهم اینجا نگاه کنید، تو ستون آخر من یه سری از سلول ها رنگی شدن، حالا بر اساس یه کاندیشنی که قبلا تعریف شده یا نه اصلا خودم به صورت دل بخواه اومدم اینا رو رنگیش کردم. ما توی سورت و مرتب سازی حتی میتونیم بگیم بیا سلول های هم رنگ رو کنار هم دیگه قرار بده. خیلی موثره، به خصوص اگر کاندیشنال فورمتینگ روش اعمال کرده باشم. هوم روم بر اساس مقداری که داخلش هست از کوچیک به بزرگ. بسیار عالی. بزرگ به کوچیک یا حالا اگر من میخوام لول دوم، ایندکس دوم یا سطح دوم برای مرتب سازی معرفی بکنم، اد لول رو میزنم، میگم حالا اگر توی هوم روم من مقادیر یکسان بود، بیا به لاست نیم نگاه کن، به فامیل نگاه کن و بیا مقادیرش رو از آ به زد مرتبش بکن. چیز جالبی که اینجا وجود داره، توی هوم روم نوع داده ها رو عددی تشخیص داد، خودش گفت اسمال تو لارج، و برای لاست نیم نوع داده ها رو متنی تشخیص داد، خودش گفت آ به زد. اگر هوم روم های یکسان داشته باشیم، اینجا نگاه کنید 150، فامیلا رو نگاه کنید، تقریبا هم فامیلای من مرتب هستن. بذارمش روی فرست نیم، یعنی ایندکس دوم من، شاخص دومم رو میذارم روی فرست نیم. وقتی میای هوم روما رو مرتب میکنی، بعد به اسماش نگاه کن و اسمها رو هم مرتبش بکن. من میتونم ایندکس بعدی رو هم اضافه بکنم. نکته خیلی مهم توی این پنجره این هستش که My Data Has Header رو تیک دارش کنید. ببینید که نیاد ردیف عناوین فیلدامون که این بالا هستش رو توی مرتب سازی شرکت بده، که اگر من تیک این گزینه رو بردارم، اینم فرض میکنه که یکی از افراد هستش و توی مرتب سازی شرکتش میده. این جدول نام فیلد داره، پس حتما گزینه My Data Has Header رو تیک دارش کنید. اوکی میکنم. ببینید 150 و بعد از اون فرست نیم ها بر اساس حروف الفبا مرتب شدن. شاخص بعدی میتونست روی تیشرت سایز باشه، شاخص بعدی میتونست روی حالا احیانا فیلد چه میدونم معدل باشه. حالا خیلی شاخص سوم و چهارم فکر نمی کنم دیگه اهمیت داشته باشه، اما مثل لیست های حضور غیاب توی مدرسه هستش. تصورش رو بکنید توی یک کلاس دو یا سه نفر فامیل شبیه به هم دیگه داشته باشن، مثل جوانمردی. ما 3 نفر جوانمردی داریم، حالا توی لیستمون کدوم جوانمردی اول لیست بیاد، نگاه میکنه به شاخص دوم، به ایندکس دوم و میاد بر اساس اسم کوچیک مرتبش میکنه. یه نکته دیگه در مورد سرچ من در موردش صحبت بکنم باهاتون. الان من ردیف اولم نام فیلدها وارد شده، حالا سلیقه‌ای بوده، من از سامانه‌ای دریافتش کردم، به هر دلیلی میخوام
اسم فیلدهای من هم مرتب بوده باشه. یعنی اینا هم بر اساس حروف الفبا باشه. مرتب سازی های قبلی من توی ستون اتفاق می افتاد، حالا میخوام مرتب سازیم توی سطر اتفاق بیفته. سطرتون رو انتخاب بکنید. ریبان دیتا سورت و فیلتر، پنجره سورت رو باز کنید. بله، من میخوام توسعه پیدا کنم. سورت. شاخص فرست نیم رو من نیازی ندارم، اینو حذفش میکنم. شاخص سورت بای هم حالا فعلا حذفش بکنیم، چون من اصلا قصد ندارم که بر اساس رکورد ها مرتب کنم، میخوام ردیفی مرتب بکنم. دکمه آپشن رو که بزنید، در مورد این گزینه ها توضیح بدم. کیس سنسیتیو نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس باشه، که خب حالا توی فارسی کمتر استفاده میشه، اما اگر بخواین احیانا موقع سرچ کردن حروف کوچک و بزرگ هم در نظر گرفته بشه، لحاظ بشه، باید تیک دارش کنید. sort top to bottom یعنی ستونی مرتبش بکنه، کاری که مرسوم هستش رو انجام میدیم. یا میخوایم از چپ به راست باشه. اگر بخوایم مرتب سازی شما در ردیف اتفاق بیفته، sort left to right رو میزنیم، اوکی میکنیم. این بار اگر add level رو بزنم و sort by رو باز بکنم، ببینید اینجا به جای اینکه بیاد نام ستون ها رو وارد بکنه، شماره ردیف ها رو وارد میکنه. من کدوم ردیف رو میخوام مرتب بکنم؟ رو 1، ردیف اولم، بر اساس مقدارش از A به Z. اوکی که بکنم، ببینید بر اساس حروف الفبا فرست نیم، موب نامبر و تیشرت سایز آخر اومد. قطعاً رکورد ها هم به صورت اکسپند شده، یعنی دیتای شما هیچ آسیبی ندیده، صرفاً اومده مرتب شده. امیدوارم مبحث سورت به دردتون بخوره و توی گزارشگیری های ساده ازش استفاده کنید. مرسی از اینکه با من همراه بودین. اینجا محاسبان و من مستطاب زاده هستم. خداحافظ. منابع انسانی قلب‌های تپنده یک سازمانند. خوش آمدید. شما شاهکار خلقتی، بهترین ها از آن شماست. به افتخار خودتون یه دست بزنید.